گفتن یا رسول الله بهترین مسلمان کدام مسلمان است؟ کدام مسلمان بهتر است؟ بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم جواب گفتن من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست و از زبان سلامت بمانند، به زبانش مردم آزار ندهه، به زبانش گفتار بد نداشته باشه، به زبانش دشنام نکنه، غیبت نکنه، حقارت نکنه، منت نکنه، طعنه نکنه، زبانش که مردم آزار ندهه، به دستش مردم ضرر نرسانه، به دستش شخصیت را آزار ندهه. بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن همون شخصیت است، شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبانی وی